سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه و مثل همیشه با قدرت و با انگیزه در حال تلاش و پیشرفت برای آینده خودتون باشید. من بهفر هستم، ساکن اتاوای کانادا. به صورت تحصیلی اومدم کانادا ولی اخیرا درسم تموم شده. از دانشگاه مکمستر ارشد گرفتم، درسم تموم شده و به تازگی به عنوان مهندس سازه و مهندس پل مشغول به کار شدم. به تازگی هم میگم که یه 5 6 ماهی میشه تقریبا. و مثل هر کسی دیگه که میاد کانادا، حالا بعد از یه مدتی درسش تموم میشه، دنبال گرفتن اقامت دائم خودم هستم و تو این ویدیو میخوام یه مقدار راجع به برنامه‌های استانی برای گرفتن اقامت دائم صحبت بکنم. چیزی که متوجه شدم خیلی‌ها راجع بهش صحبت نمی‌کنه، کلا اطلاعات راجع به این قضیه کمه. اکثر افراد راجع به اکسپرس انتری شنیدن، خصوصا افرادی که هنوز تو ایران هستن، راجع به اکسپرس انتری شنیدن، میدونن کامل چجوری کار میکنه، ولی تا وقتی که صحبت از برنامه استانی میاد اطلاعاتی ندارن یا اصلا نمیدونن که چه مزیتایی میتونه براشون داشته باشه یا اصلا چقدر میتونه پروسه اقامت دائم گرفتنشون رو راحت بکنه. تو این ویدیو میخوام راجع به این موارد صحبت کنم، برنامه استانی رو براتون معرفی کنم و بگم کلا چه برنامه‌ای هست و چجوری میشه براشون اقدام کرد. اگه این ویدیو رو دوست داشتید خیلی خوشحال میشم که از ویدیو حمایت کنید. لایک زدن شما، کامنت دادن شما باعث میشه که یوتیوب متوجه بشه این ویدیو خوبی هستش و به بقیه هم نشونشون بده. خب بریم راجع به برنامه‌های استانی صحبت بکنیم. حالا من مثالی که تو این ویدیو میخوام بزنم برای برنامه‌های استانی استان آنتاریو هست. اصطلاحاً برنامه‌های استانی هم PNP بهش میگن، Provincial Nominee Program. و اینطوریه که جریان کلیش اینطوریه که هر استانی میاد با توجه به نیازهایی که داره، خب میاد یک سری از مسیرها، اصطلاحاً به این مسیرها هم استریم میگن، یه سری استریم هایی رو مشخص میکنه، میگه آقا من در حال حاضر به این افراد با این شرایط نیاز دارم، اگه شما تو این دسته از افراد هستید و تو این استانم زندگی میکنید بیایید برای این استریم ها اپلای بکنید، من یه سری امتیازات ویژه‌ای بهتون میدم که بعداً بتونید با استفاده از اون امتیازات راحت تر اقامت دائمتون رو بگیرید. خب و حالا تو این ویدیو من راجع به آنتاریو صحبت می‌کنم چون استانی هستش که خودم توش هستم و راجع به برنامه استانیش تحقیق کردم و خودم مثلا اپلای کردم مستر استریم رو و منتظرش هستم که سرتیفیکیتش رو بگیرم و بعدش برم حالا برای اقامت دائم توی دولت فدرال اپلای بکنم. ولی حالا یه سوالی که پیش میاد اینه که چرا من باید بیام این کارو بکنم؟ یعنی مثلا چرا این کارو کردم؟ چرا همون اکسپرس انتری رو انجام ندم یا مثلا صبر نمی‌کردم یه سال سابقه کار بگیرم بعد برم اکسپرس انتری؟ ببین الان یه مشکلی که اکسپرس انتری داره در حال حاضر اینه که کاتگوری جنرالش، کاتگوری که یعنی کاتگوری عادی دیگه، اون چیزی که همه توش هستن، اون کاتگوری جنرال در حال حاضر امتیازش خیلی بالاست. مینیمم امتیازش 500 و فکر کنم 30-40 هست و طبیعتا خب خیلی از افراد امتیازشون نمیرسه به اون حد دیگه. حتی من هم امتیاز خودم رو حساب کردم، گفتم با فرض اینکه من یه سال سابقه کار بگیرم و نمره زبانم هم 9 شده، سلپیپ 9 که نمره زبان خیلی بالایی هست و اینکه حالا سنم هم کم هست، زیر 30 سال هستش و این داستانا، بازم امتیازم حدود 510 اینا شد و طبیعتا خب به کاتگوری جنرالش حالا شاید نرسم و شاید مثلا امتیاز پایین نیاد چون خیلی وقتی که بالای 530-40 هست. خب این از این طرف که خب کنسله. از اون طرف یک کاتگوری بیس هم اکسپرس انتری داره، اومده 6 تا از دسته از رشته‌های مختلف رو معرفی کرده که حالا رشته‌های مهندسی اصطلاحاً کاتگوری استم هم جزوشون هست. ولی بعدی هم که استم داره اونه که اونم یه مقدار امتیازش حالا 480 90 لبه ورزیه و اینکه هر 6 ماه یه بار، در تقریبا پارسال که 2 بار کلا انجام شد و اون هم یه مقدار باز هم برای من ریسکی به نظر اومد. به خودم گفتم که اوکی من یه سال برم کار بکنم، بعدش حالا منتظر بمونم که کاتگوری استم انجام بشه، 6 ماه 5 ماه طول بکشه، بعد حالا خود اکسپرس انتری هم میخواد بررسی بشه، تقریبا 2 سال اینا طول میکشه و خب من ترجیح میدم که زودتر اقامت دائم رو بگیرم. منتها از اون طرف یه سری حساب کتابایی که بر اساس مثلا برنامه‌های استانی کردم به این رسیدم که تقریبا همون زمان یا یه مقدار حتی شاید زودتر هم بتونم اقامت دائم رو بگیرم و فقط بعدیش اینه که من باید اینجا خب برای مثلا مستر استریم یه هزینه بیشتری به نسبت اکسپرس انتری انجام بدم. خود همین برنامه استانی هم هزینه داره که جلوتر میگم. پس این دلیلی بود که من تصمیم گرفتم که بیام مستر استریم یا همون برنامه‌های استانی آنتاریو در واقع که مستر استریم هم جزوشونه و سعی کنم که حالا بدون استرس و بدون نگرانی اقامت دائم رو بگیرم. و حالا بریم راجع به خود برنامه استانی آنتاریو صحبت کنیم. میخوام تک تک برنامه‌ها رو بهتون معرفی بکنم. بقیه استان‌ها هم طبیعتاً مشابه این رو دارن و کافی شما برید سایت استانتون رو باز بکنید. مثلا برای آنتاریو میشه گوگل اگه بزنید مثلا PNP آنتاریو صفحه‌شو براتون میاره. اگه مثلا تو استان آلبرتا هستید بزنید PNP آلبرتا، PNP BC، PNP مثلا منیتوبا، به این صورت و اطلاعاتش رو بگیرید.
حالا اسم برنامه استانی آنتاریو اصطلاحاً OINP هست، آنتاریو ایمیگرنت نامینی پروگرام، یا همون PNP آنتاریو هم میشناسنش. و بخوام به صورت کلی توضیح بدم بهتون، PNP آنتاریو 2 تا شاخه کلی داره، 2 تا ورودی کلی داره. یه ورودی از طریق سیستم اصطلاحاً Expression of Interest اسمش هست، یه ورودی دیگه اصطلاحاً Express Entry که همون آنتاریوز Express Entry Stream هست به این صورت. خب پس 2 تا ورودی کلی داره که اینجا دارم حالا پای سیستم هم بهتون نشون میدم. و یه نکته‌ای که هستش اینه که هر کدوم از این سیستما، هر کدوم از این استریم‌ها کلا در نهایت روند اقامت گرفتن شما رو عوض میکنه. یعنی اون کاری که بعد از گرفتن نامینیشن باید انجام بدید فرق میکنه کامل. من میام حالا دونه دونه بهتون توضیح میدم. استریم اول که آنتاریو اکسپرشن آف اینترست هست، به این صورتی که شما اگه توی یکی از این استریم ها باشید و اپلای بکنید براش، دولت آنتاریو میاد به شما یه سرتیفیکیتی میده، میگه آقا شما این شرایطو داری، تو آنتاریو هم داری زندگی میکنی، قراره تو آنتاریو هم زندگی بکنی، من این سرتیفیکیت رو بهت میدم، این نامه رو، این سرتیفیکیت رو بهت میدم، با این سرتیفیکیت برو دولت فدرال اپلای بکن و اونجا اقامت دائم تو بگیر. خب منتها این اپلای دیگه اپلای اکسپرس انتری نیستش، اصطلاحاً مسیرش، حالا اینجا صفحه‌ش رو من بهتون نشون میدم، اصطلاحاً نان اکسپرس انتری هست، یعنی غیر از اکسپرس انتری دیگه به این صورت. که اینم خب طبیعتاً یه اپلای جدایی داره، بعضی اون سرتیفیکیت رو گرفتم باید برم اینجا اپلای بکنم و حالا منتظر در واقع بررسی و ایناش بمونم به این صورت. پس مسیر اکسپرشن آف اینترست اینطوری شد، شما یه سرتیفیکیت از دولت آنتاریو میگیرید، اون سرتیفیکیت رو برمی‌دارید میرید دولت فدرال اپلای میکنید و اونجا میرید و مثلا اقامت دائم رو میگیرید به این صورت، که حالا اینا زمانبندی داره که جلوتر بهتون میگم. استریم دومی که راجع بهش صحبت کردم که همون اکسپرس انتری هست، اینجا دیگه اون سیستم سرتیفیکیت رو نداره، ولی فرقی که داره اینه که اگه شما عضو یکی از این گروه ها باشید، شایستگی یکی از این استریم ها رو داشته باشید، در واقع شرایطشون داشته باشید، دولت آنتاریو میاد توی پروفایل اکسپرس انتری شما به شما 600 امتیاز میده و اون 600 امتیاز با امتیازهایی که حال حاضر شما دارید، مثلا فرض کنید 500 امتیاز باشه، جمع میشه 1100 امتیاز و دیگه شما قطعاً توی همون اکسپرس انتری کلی، حالا هر جنرال بخواد باشه، چه کاتگوری بیس بخواد باشه، هر چی بخواد باشه، شما امتیاز رو میارید و میتونید برید و اقامت دائمتون رو بگیرید. شرطش اینه که شما باید خب 1 سال توی آنتاریو کار کرده باشید، سابقه کار کانادایی داشته باشید، که حالا جلوتر اینا رو بهتون ریزش رو بهتون میگم. پس چی شد؟ بس دو تا مسیر خود با هم فرق داره. استریمای اول نان اکسپرس انتری میشن، باید برن از یه وبسایت دیگه ای کنن، یه مسیر دیگه ای داره، اصلا درگیر امتیاز و اینجور چیزا هم نمیشن توی سیستم کلی توی دولت فدرال. ولی اکسپرس انتری آنتاریو به شما 600 امتیاز میده، شما در نهایت بازم درگیر سیستم امتیاز میشید، ولی خب دیگه 600 امتیاز دارید دیگه، اصلا هیچ کاری هم نکنید با اون 600 امتیاز اقامت دائم رو میگیرید طبیعتا. حالا بریم دونه دونه من اینا رو یه مقدار ریزش رو بهتون توضیح بدم، ولی کلشون رو باز نمی‌کنم براتون. سعی می‌کنم تو ویدیوهای آینده اونایی که پرطرفدار هستش رو راجع بهش بیشتر صحبت بکنم. مثلا احساس می‌کنم که ماسترز دیگری و پی اچ دی دیگری، مثلا ماستر یا پی اچ دی خیلی پرطرفدار باشه این استریماش، که خب خیلی هستن میان جرشای دکترا میخونن دیگه، یا حتی توی این قسمت خود اکسپرس انتری هم این هیومن کپیتال پرایورتیز، این هم خیلی جذابه. شما اگه یه سال تو آنتاریو کار بکنید توی یکی از کارهای ناک 0 و 1 و 2 و 3، 600 امتیاز بهتون دولت آنتاریو میده و راحت میتونید اقامت دائمتون رو بگیرید. حالا ببینیم هر کدوم از این استریما چی هستن و کلا چه افرادی رو شامل میشه. ببینید اینجا اومده تو همین قسمت اکسپرشن آف اینترست، همونی که به شما یه سرتیفیکیت میده، گفته که اگه شما یه جاب آفر توی آنتاریو دارید، خب اگه رفتید سر کار یه جاب آفر دارید، و جاب آفر هم منظور اینجا کارهای رده های ناک هستش، ناک 0 و 1 و 2 و 3 در واقع، کارهای جنرال رو شامل نمیشه. یعنی شما برید تو رستوران تو تیم هورتونز کار کنید، هرگز نمیتونید از اون طریق اقامت دائم رو بگیرید. همین قضیه جاب آفر اومده بازم 3 دسته شده. اگه گفته که دسته اول اومده گفته که اگه شما یه فارین ورکر هستید، یعنی مثلا تو ایران هستید، یه جاب آفر توی آنتاریو دارید و میخواید بیاید اقامت دائم از اون طریق بگیرید، شما باید وارد این استریم بشید، برید مثلا داخل این لینکش اطلاعاتش رو بخونید، اینجا ناکاشو هم نوشته کاتگوری 0 و 1 و 2 و 3، و بعدش بیاید و اینجا رجیستر بکنید و برید و ثبت نام بکنید و مثلا مدارک داشته باشید ثبت نام بکنید و کلا کارش انجام بدید دیگه. رجیسترش هم
دقیقاً شبیه یکی از کارهای مثلا اپلای هستش دیگه. یه پروفایل باید بسازید و برید جلو این مسیر رو در نهایت پیش برید. حالا من راجع به خود رجیستر کردنش شاید تو ویدیوهای بعدی صحبت کردم. خب من مورد اول دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم، چون که مورد اولم یه مقدار برای ما ایرانی‌ها سخته به دست آوردنش. خیلی بعیده واقعا تو ایرانی که بتونه جاب آفر ولید، غیر از اون کلاهبرداریایی که میشه، بتونه بیا جاب آفر ولید بگیره و بیاد توی کانادا کار بکنه. بریم راجع به ایمپلویر جاب آفر اینترنشنال استودنت استریم صحبت بکنیم که این جریانش چیه. ببینید این استریم مخصوص کسایی هستش که توی کانادا درس خوندن، حالا نه لزوما تو آنتاریو، ولی تو کانادا درس خوندن، یه مدرک کانادایی دارن و حالا تو آنتاریو اومدن جاب آفر گرفتن، خب و میخوام بیان تو آنتاریو کار بکنن. این از این نظر یه خوبی که داره براشون به این صورته که میان با همون جاب آفرشون اقدام میکنن، نامه جاب آفر و اون پیچکاشون رو میذارن و اقامت دائمشون رو میگیرن. این مثلا برای چه کسایی میتونه مناسب باشه؟ مثلا کسایی که تو کانادا یه مدرک مثلا فرض کن تو استان ونکوور، تو استان در واقع بریتیش کلمبیا یه دونه مدرک گرفتن، منتها از قضا جاب آفرشون تو آنتاریو کار پیدا کردن و میخوان مهاجرت کنن به آنتاریو، میتونن بیان از این استریم استفاده بکنن، مدرک کاناداییشون ارائه بدن و جاب آفرشون هم ارائه بدن و بیان و یه اکسپرشن اف اینترست پر بکنن و در نهایت اینویتیشن رو بگیرن و برن نان اکسپرس انتری اپلای بکنن. بریم مورد بعدی رو بهتون بگم. ایمپلویر جاب آفر این دیمند اسکیلز استریم. این استریم برای چه کسایی مناسبه؟ برای کسایی که یه سری مهارت‌های فنی بلدن و تو آنتاریو هستن و میخوان تو آنتاریو کار بکنن با استفاده از اون مهارت‌های فنیشون، که حالا خیلی راجع به این قضیه هم توضیح نمیدم، اینجا عناوین شغلیش هست، شما میتونید ببینید. مثلا راجع به کنستراکشن هست، نمیدونم راجع به نرسری، یه سری کارهای به هر حال مختص خودشون که توی حالا موضوعی که من دارم میرم خیلی نمیگنجه، عموم ایرانی‌ها که مثلا دانشجویی میان نمیگنجه. منتها دو تا آپشن خیلی جذابی که اینجا وجود داره، مستر استریم و پی اچ دی استریم. خب این به چه صورته؟ به این صورته که اگه شما تو استان آنتاریو یه مدرک مستر بگیرید، یعنی یه کارشناسی ارشد انجام بدید، یا مدرک پی اچ دی بگیرید، شما خیلی راحت میتونید با همون مدرک پی اچ دی تون یا همون مدرک مسترتون برید و اینجا اپلای بکنید، دعوتنامه رو بگیرید و با اون دعوتنامه یا با اون سرتیفیکیت برید و دولت فدرال اپلای بکنید و اقامت دائمتون رو بگیرید. هیچ نیازی هم به داشتن شغل وجود نداره، هیچ نیازی به داشتن کارفرما اینا وجود نداره. مدرک مستر یا پی اچ دی داشته باشید کفایت میکنه برای گرفتن در واقع اقامت دائم. و این اتفاقا برای کسایی خوبه که میان مثلا درسشون رو میخونن، منتها یه مقدار طول میکشه کار پیدا کنن، مثلا 1 سال 2 سال طول میکشه کار پیدا کنن، کار مناسب با پراپر جاب اصطلاحا پیدا بکنن و از این طریق میتونن اقامت دائمشون رو بگیرن. چون که تو اون بازی که خب دارن کار میکنن، دارن دنبال کار میگردن، طبیعتا سابقه کار ندارن، اکسپرس انتری که نمیتونن برن دیگه، اصلا تجربه کار کانادایی ندارن. منتها این بهشون کمک میکنه که راحت اقامت دائمشون رو بگیرن و حالا در حینی که دارن اقامت دائم میگیرن دنبال کار هم بگردن و در واقع اون پروسه اقامت گرفتنشون مشکل نخوره. یه نکته هم بهتون بگم، این ایمپلویر جاب آفر اینترنشنال استودنت استریم که شما توی حالا یا کانادا درس خونده باشید یا خارج کانادا هم یه سری شرایط داره که میشه درس خونده باشه، طرف ولی بخواد تو کانادا کار بکنه، تو آنتاریو کار بکنه، این یه ویژگی داره این استریم که حتما از ایمپلویر شما چند تا نامه میخواد، یعنی اون محل کار شما ناخواسته وارد پروسه اقامت دائم شما میشه. صحبتی که میخوام بکنم اینجا اینه که مثلا من خودم میتونستم هم مستر استریم اپلای بکنم، هم ایمپلویر جاب آفر اپلای بکنم، چون من بلافاصله بعد از درسم تونستم کار پیدا بکنم دیگه، ویدیوهاش تو کانال هست. منتها خب ترجیح دادم که مستر استریم اپلای بکنم، محیط کارم دیگه خیلی وارد پروسه اقامتم نشه، خودم مستقلا اقامت دائم بگیرم، احساس کردم که خیلی بهتر و خیلی مناسب‌تر هستش. و حالا اینو شما خودتون میتونید بررسی بکنید که کدومی که از اینا بهتر براتون کار میکنه. خیلی دارم صحبت میکنم ولی سریع قسمت اکسپرس انتری هم توضیح بدم که جریان اکسپرس انتری چجوری هست و چه استریم هایی داره. برای اکسپرس انتری هم 3 تا استریم کلی وجود داره. هیومن کپیتال پرایورتیز استریم، اسمش خود عجیب غریبه ولی چیزی که خلاصه امر که داره اینجا میگه همون داستان فدرال اسکیلد ورکر پروگرام و کانادین اکسپریانس کلاس هستش. یعنی اگه شما تو کانادا دارید کار تخصصی میکنید، ناک‌های 0 و 1 و 2 و 3، تو آنتاریو ها دارید کار تخصصی میکنید، میتونید برای این استریم اپلای بکنید. اگه 1 سال سابقه کار داشته باشید، دولت آنتاریو بهتون 600 امتیاز توی پروفایل اکسپرس انتریتون میده و دیگه خیلی راحت، اصلا هر امتیازی هم تو اکسپرس انتری داشته باشید، 100 امتیاز هم داشته باشید، 600 با 100 جمع میشه 700 امتیاز، شما 100% تو همون جنرال پذیرفته میشید و اینویتیشن رو میگیرید. به این صورت این استریم خیلی خوبیه، خصوصا برای کسایی که مثلا تحصیلشون رو توی ایران انجام دادن، اومدن اینجا
و حالا خیلی رو مدرک دانشگاهی و این چیزا مثلا سرمایه‌گذاری نکردن، منتها دارن به حال یه کار ناک 0 و 1 و 2 3 انجام میدن تو آنتاریو. خیلی راحت میتونن با یه سال سابقه کارشناسی امتیاز بگیرن و برن اکسپرس انتری کارشون رو پیش ببرن. راجع به اسکیل ترید و فرنچ اسپیکینگ خیلی صحبت نمی‌کنم. اسکیل ترید همونطوری که از همین شکلی هم که کنارش مشخصه جاب آفرایی هستش که به حال با مهارت‌های در واقع فنی بیشتر سنجیده میشن. اینم بازم یه سری ریکوایرمنت هایی داره اینجا، ولی طبیعتا اگه توی یکی از این شغلایی که اینجا معرفی کرده دارید کار میکنید به مدت یه سال، میتونید از این استریم اپلای بکنید. و فرنچ اسپیکینگ اسکیل ورکر هم بازم اونایی برای کسایی هستش که تو آنتاریو هستن و زبان فرانسوی بلدن و میخوان از طریق زبان فرانسویشون اقامت بگیرن، که البته اینجور افراد نیازی به این قضیه ندارن. الان خود کاتگوری اکسپرس انتری هم اون کاتگوری فرنچش خیلی داره برمی‌داره. دفعه پیش بکنم 5000 6000 نفر برداشتن، با امتیاز 350 هم دارن اقامت دائم میگیرن. اگه شما این مقدار زبان فرانسه بلد باشید، بتونید نمره زبان فرانسه فکر کنم 6 یا 7 بیارید، خیلی راحت میتونید از همون کاتگوری خود اکسپرس انتری اقدام بکنید دیگه، وارد برنامه استانی نشید. و اینم از این. حالا من یه مقدار راجع به زمانبندی و پروسسینگ تایم این اپلیکیشن ها هم صحبت بکنم باهاتون. هر کدوم از این اپلیکیشن هایی که معرفی کردم، علاوه بر این که خود دولت فدرال یه سری زمان نیاز داره که پرونده شما رو بررسی بکنه بعد از گرفتن دعوتنامه، خود دولت آنتاریو هم یه زمان نیاز داره که بررسی بکنه دیگه. مثلا برای مستر گریجویت بین 30 تا 60 روز، بین 1 تا 2 ماه زمان نیازی که دولت آنتاریو بررسی بکنه، یه سرتیفیکیت بهتون بده. بعد که اون سرتیفیکیت شما گرفتید، حالا برید نان اکسپرس انتری اپلای بکنید که صفحه‌ش هم اینجا هستش دیگه، به این صورت که این هم حدود 13 ماه طول میکشه و تقریبا حالا مثلا 13 ماه دولت فدرال طول بده، 2 ماه هم دولت آنتاریو، چیزی حدود 15 16 ماه طول میکشه که اقامت دائم گرفته بشه از طریق برنامه استانی. از طریق اکسپرس انتری هم تقریبا همینقدر طول میکشه. شما یه سال که سابقه کار نیاز دارید، به شرط اینکه سابقه کارتون رو زود پیدا کنید. این شرط خیلی مهمه ها، کارتون رو خیلی زود پیدا کنید و 12 ماه اونجا و بعدش هم حالا 6 ماه که خود اکسپرس انتری بخواد طول بکشه، تقریبا 18 ماه دیگه. برای کسی که تقریبا بلافاصله بعد از تحصیلش مثلا کار پیدا میکنه، هر دو مسیر از نظر زمانی یکی هست، منتها مسیر پرووینشال نامینیشن PMP یه مقدار ریسک و استرس کمتری داره دیگه، درگیر وارد سیستم امتیازدهی نمیشید اگه اون اکسپرشن اف اینترستش رو برید، مثلا مستر استریم برید. منتها یه بدی که داره، هزینه‌ش مقدار بیشتره. هزینه‌های حالا برای استان آنتاریو، برنامه‌های استانیش، هر کدوم از این استریم ها رو شما بخواید اپلای بکنید $1500 کانادا هزینه داره که طبیعتاً هزینه‌اش قابل توجهه. حالا اینجا مثلا $1500 هست، بعدش هم دولت فدرال هم که برای هر نفر حدود $1350 میگیره، یه مقدار گرونتر در میاد. خلاصه هم بخوام بگم اکسپرس برنامه استانی در واقع یه مقدار گرونتر در میاد، تقریبا از نظر زمانی یکی در میاد. اگه خب شما شغل پیدا نکرده باشید که طبیعتاً برنامه استانی خیلی براتون مفیده، و اینکه یه مقدار ریسک و استرس کمتری داره و شما دیگه خیالتون راحته، مثلا با یه مدرک مستر دیگه اقامت دائم رو میگیرید و دیگه درگیر امتیاز و درگیر مثلا کاتگوری اکسپرس انتری و حالا بخواد راه انجام بشه نشه و اینا نمیشید. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. خیلی صحبت کردم، توی کامنت ها بهم بگید که کدوم یکی از این کاتگوری ها رو دوست دارید من بیشتر راجع بهشون صحبت بکنم. من حتما سعی می‌کنم راجع بهشون ویدیو بسازم. خودم برنامه‌ام اینه که راجع به مستر گریجویت استریم و حالا پی اچ دی گریجویت استریم صحبت بکنم، خیلی شبیه هم هستن این دو تا استریم. ولی اگه دوست داشتید بهم بگید که اگه دوست دارید راجع به مثلا اکسپرس انتری هم من ویدیو بسازم یا نه. و اینکه همین نکته دیگه‌ای هم نیست و یه نکته ریزی می‌خواستم بگم ولی یادم رفت. این بود که لینک تمام این صفحات رو هم توی کامنت اول یا توی توضیحات ویدیو یه جایی میذارم. حتما برید خودتون اطلاعات در بیارید. روند اپلایشون نه که روند خیلی سخت و غیر ممکنی باشه، نه خیلی آسونه. کلا خصوصا کسایی که خودشون ویزاشون رو اقدام کردن، دستشون تو این کارا هست، بلدن پروسه‌های اداری و ویزایی چجوریه، خیلی راحت میتونن اقدام بکنن و اصلا نیازی به وکیل و نمیدونم مشاور و نمیدونم چه چیزا نداره. و اینکه با یه مقدار خوندن و یه مقدار فکر کردن راجع به حرفایی که توی این سایت ها زده، خیلی راحت میتونید این کارتون رو انجام بدید. امیدوارم که همیشه موفق و پیروز باشید. تو ویدیوی بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.